یکی از دوستان می‌خواست بره خونه دوست پسرش، به پسر زنگ زد گفت بیا دنبالم. پسر انگار یه جای گیر بود، اینم تو کتش نمیرفت. آخر سر قهر کرد. گفتم خب ببین اگه اسنپ گیرت نمیاد می‌خوای من برسونمت. گفت نه وظیفه پسر بیاد دنبالم، اون باید بیاد. دوباره یه بار دیگه شام رفتیم ستایی بیرون، اونجا پسر حساب کرد. بعد هر چی اونجا گفتم شماره کارت بدین ندادن. فرداش دوستان گفتم دوباره شماره کارت بده. گفت نه ببین وظیفه پسر خرج کنه، تو هم مهمون من بودی پس هیچی ندادم. خب باشه اوکی پس یه شب دعوتش کن بریم ستایی بیرون مهمون من. گفت وا اسکلی پول ما مال خودمونه. دوباره یه بار دیگه اینا با هم قهر بودن. این هر چی زنگ میزد ریجکت میکرد، جواب پیاماشو نمیداد، ولی از این ور میرفت استوری میذاشت. گفتم خب بابا شاید نگرانه نمیخوای جواب بدی. گفت نه باید برام گل بگیره بیاد منت کشی. خلاصه با همین فرمون 2 سال ادامه داد. فکر می‌کنین پسر خسته شد؟ فکر می‌کنین پسر ولش کرد؟ فکر می‌کنین پسر بهش بی‌احترامی کرد؟ نه دوستان، الان من پنجشنبه هفته بعد دعوت شدم به مراسم عقدشون. اینم بگم من 1 سال بود با این آدم ارتباطی نداشتم. الان صرفا منو برای این دعوت کرده چون من پارسال بهش گفته بودم که رابطه‌های اینجوری به نتیجه نمیرسه.